ассалому алайкум падарону модарон ва бародарону хоҳарони гиромӣ, хуш омадед ба канали ҳамнаво. бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз тасмим гирифтам ки дар бораи яке аз мавзӯъҳое ки бисёр ҳам барои тамоми мардуми мусалмон дар кор аст ва зарур аст, хостам ки барои шумо каме ҳам бошад маълумот диҳам. дӯстони азиз, имрӯз дар бораи модар, ҳурмати модар ва ҳаққи модар барои шумо маълумот медиҳам. бародарону хоҳарони гиромӣ, бисёриҳои мо шоҳиди он ҳастем ки имрӯзҳо ашки чашми модарони мо зиёд мерезад. барои чӣ? барои он ки фарзандон ноҳурматӣ мекунанд, қадри модарро намедонанд. توفه بهترین برای مادر چی است؟ حالا بعضی روزی مادرم میگن توفه خریدن در کار نیست. مادر انتظار توفه نیست، محتاج هم نیست. مادر در توفه بهترین این خوشبختی و سلامتی فرزندش. با قدر شیر پاک مادر نرسیدن، زحمت بیدارخوابی های او را فراموش کردن و پدر و مادر ستم کردن و در پیری و درماندگی به قدر رنج و عذاب آنها نرسیدن بزرگترین گناه است. ما فرزندان اگر تمام عمر به مادر خود خدمت کنیم، به رنج شب زنده داری و زحمت او به خاطر تربیه و به کمال رسانیدن ما برابر شدن نمیتواند. کدام مرد اقلا در حیات زندگیش یک شب، تنها یک شب گهواره جمانده خوابش را پرانده است؟ نه هم مرد میتواند. با خانه دیگر میرود که من آوازم گذشت، خوابم غم میکنم. بله همین است، همین است. و بینید که مادر چقدر زحمت میکشد. یک طفل از نوزادی با کمالات به سطح وزیری و دانشمندی و پرزیدنتی و دیگر میرساند. کی میکند این دیگر؟ ما مردها اگر تاکید نی 3 کودک در یک خانه مانید، بگه که همین روز مردک شما روزی 8 مارس روزی مادرها، من خانه مادرم میروم یا که اپام میروم، 2 ساعت شما نگاه کنید، 2 ساعت 10 بار زنگ میزند، تیز بیا که نشد. اینطور است. کلمه اولینی که کودک یاد میگیرد این کلمه مادر است. برای مادر 100 دم که روی، وزیر هستی، پرزیدنت هستی، کسی نباشه، برای او تو فرزند هستی، تو کودک هستی. از این رو حاضرین و کلی هموطنان را دعوت می نمایم که مادران خود را دوست دارید، نسبت به آنها مهربان و غمخوار باشید، عزتشان را بجا آورده هرگز آزارشان نرسانید و نگاه پر از مهر و شفقت را از آنها دریغ ندارید. قرض فرزندی ما در نزد شخصیت مبارک و بهشتی مادران همین است. مادران را در هستیشان دوست دارید.
بعدی که از حیات گذشتن شما اشک میریزانید، صدقه میکنید، چیکار نمیکنید، دیگر یگان معنی ندارد. در زندگیتان مادر و پدر خود را دوست دارید، مهربان باشید. شنیدم سخنی که مادر به فرزندش میگوید یگان انسان نمیگوید. اینقدر زبانی شیوای شیرینی مادری و سخنی که به فرزند و مهربانی که میکند یگان کسی دیگر اون سخن را، اون مهربانی صمیمی را به انسان نمیکند. بعدی سر که گذاشتن های دریغ میکنیم که یک لحظه دیگر در نظرم باشد گوشش کنم، وای دریغ دیگر نیست. زندگی غریبه. و خواستم که حق مادر چی است. مادرای ما امروزها زیق هستند، اشک چشم میریزونند. برای دستگیری در ویدیو حتما لایک مونید و خودی حاضر ویدیو رو منع کنید، در ایمو، واتساپ و کانتکت پنگ کنید، بعدا با حضور تماشا کنید. میگذاریم با قسم ویدیو. خدای تعالی فرمودن که از همه شخص نیکبخت آن است که خدمت به پدر و مادر میکند و دعای نیک پدر و مادر را میگیرد. رسالتش به درجه است که مرتبهش از طاعت عبادت، از زیارت خانه خدا، از روزه و نماز از همه بالاتر است. بالا میسته. روزه و نماز رای کنی، طاعت عبادت کنی، خانه خدا زیارت کنی، لیکن پدر و مادر خودت مهربانی نکنی، دعای نیک نگیری، همه این چی هیچ است. اول خدا میگیم بعد پدر و مادر هم خیلی نمیگیم. پدر حکم قبلگاهی دارد. کجا میگه قبلگاه؟ یعنی پدر و مادر نمیشد ما نبودیم، ما شما نبودیم. هیچ. برای همین هم فراموش کردم اون در کار نیست. نسل جوان امروزه باید پیش از همه شکرانه آن کنه که ما پدر و مادر به دنیا هست کرده است و از همه برای انسان قیمتترین و عزیزترین این پدر و مادر است. تا اثر نگذرانی طبیعت انسانی همین است که به قدرش نمیرسی. بعد یکی میگذرد از دنیا دیگر میکاوی سر گورش میره که با تو صحبت نمیکند، دیگر ظاهرش نمیبینی دیگر افسوس میخوره که دیگر پشیمانی میکنی که دیگر سود ندارد. وقتی پدر و مادر من هم که گذشتن وقتی بودن من فکر میکردم که اصلا پدر و مادر من از این دنیا نمی، تا دنیا هست زمان است پدر و مادر من هم است. لیکن بعضا لحظه مهر و نوازش پدر و مادر میگیرد که نیست، میروی جاش خالی. آن نوازش و آن سخنهای نیک و آن سخنهای بی نهایت نسبت و فرزند میگوید این پدر و مادر یگان کس نمیگوید. و هیچ پدر و مادر بدبختی فرزند را نمیخواهد. در ما بسیار عنعنه‌های رسم و آیین‌های نیک داریم، این چیز را باید هیچگاه فراموش نکنیم. یکی از عنعنه‌های مردمی ما عزت و احترام کلانسال، پدر و مادر، یار و برادران، دولتداری هم همین است. خوش بینندگان عزیز، این بود یک نوار دیگر با پایان رسید. خواستم که همین نوار را به شما پیشنهاد کنم و مطمئن هستم که به شما پسند آمد. مادران را حرمت و عزت و همیشه در پناهش نگه دارد. باقی در پناه خدا هم باشید. یاد کردم آچه جان خانه و ایوانی تره، نانی گرم و شکر را وی لبی چکدانی تره، شیشتنای لبی با دیده پزمانی تره،
خنده های شکرین و لبی خندان